اشتراک کننده بعدی ما خود عبدالله جان. نام پدرت؟ حاجی عزت الله. صنف چندم هستی بچه؟ پنجم. خب بچه بسیار راحت باش، موضوعی که انتخاب کردی بخیر و تمام دوستای شروع. به نام خدایی که جان آفرید، به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید. خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روز ضعیف پوش. بسم الله الرحمن الرحیم. در هر سخنرانی از امید و آگاهی کاشته می شود که می تواند به شکوفایی یک جامعه منجر شود. صبح فوق العاده از روز است، ذهن تو هنوز تازه است و بهترین زمان برای برنامه‌ریزی تو هست. بیدار شو، فرصت‌های بی پایان در انتظار تو هستند. برای یک صبح داشتنی و روز فوق العاده آرزومندم. صبح شما بخیر عزیزان. این جناب عبدالله فرزند حاجی عزت الله دانش آموز پنجم سکوت و یکی از اشتراک کنندگان دور اول برنامه سخنران آینده می باشم. با کسب اجازه از حضور دورهای محترم برنامه و شما دوستان گرامی، یک موضوع خیلی جالب و مهم را تحت عنوان وطندوستی میخواهم برای شما تقدیم نمایم. امید که مورد توجه و پسند شما قرار گیرد. وطندوستی نشانه بزرگی دل و بیداری وجدان است. وطن نه تنها خاک و کوه و دشت است، بلکه تاریخ، فرهنگ، افتخار و هویت ماست. هر ذره خاکی از آن قصه رشادت و استادگی را در دل دارد. عشق به وطن یعنی فداکاری در راه سربلندی آن، یعنی خدمت بی‌منت به مردم آن، یعنی کوشش برای آینده روشن‌تر. وطندوستی تنها با شعار نیست، در عمل و رفتار هر روزی ما جلوه‌ای دارد. در احترام به قانون، در حفظ محیط زیست، در تربیت نسل آینده، در استادگی برابر دشواری‌ها. پس بیایید وطن خود را دوست بداریم، برایش بسازیم، بیاموزیم و پاسدار اعلی و ارزش‌های آن باشیم. زیرا وطن خانه ماست و خانه خود را با عشق نگه می‌دارد. و السلام. تشویق بچه‌ها.